درود بر شما. مسعود هستم. ویدیوی نهم از برنامه تودو لیست. خب توی ویدیوی قبل اومدیم یه کارایی روی برنامه انجام دادیم که با دبل کلیک کردن روی هر کدوم از این تاریخ های اینجا اسم لیست های اون روز اینجا برامون میاد توی این لیست باکسمون و با انتخاب هر کدوم از اینا و کلید اوپن لیست رو که بزنیم اون لیست باز میشه برامون. این پنجره مین وین به اصطلاح تو برنامه تعریفش کردیم مین وین. من اومدم چند تا ویجت روی این پنجره درست کردم چون اینا تمام ابزارهایی هستن که قبلا کار کردیم بلدیم درست کنیم، برام نیاز نبود که ویدیو بگیرم همزمان. یه دونه کلید اپلای گذاشتم، یک کلید بک گذاشتم، یک انتری گذاشتم که بهش یه لیبل اضافه کردم دسکریپشن و اینجا هم 2 تا لیبل گذاشتم. یه دونه تاریخ اون لیستمون رو نشون میده، تاریخ این لیستی که داریم روش الان میخوایم روش کار کنیم و اینجا هم اسمشو گذاشتم. این دسکریپشن رو برای این گذاشتم که حالا اگه در مورد این آیتم، این کاری که اینجا داریم تعریف میکنیم تو لیستمون اضافه میکنیم، خواستیم یک توضیح اضافی بدیم، از این پنجره بتونیم توضیح بدیم در موردش. و این کلید بک هم که برمیگرده به پنجره قبلی و این اپلای رو هم باید براش تعریف کنیم که وقتی هر تغییری روی این لیستمون انجام دادیم با زدن این کلید اپلای اعمال کنیم اون تغییرات رو. خب برمیگردم به این پنجره قبلیمون. اینجا هم من الان میخوام اینو تعریف کنم براش که وقتی که توی این لیست باکس روی هر کدوم از این آیتم ها دبل کلیک میکنیم بره تابع این کلید رو صدا بزنه که با دبل کلیک کردن هم این لیست باز بشه. یک کلید دلیت هم اینجا داریم که این دلیت رو من بعداً تابعش رو می نویسم چون این دلیت الگوریتمش دقیقاً مثل دلیتی هست که توی این پنجره هم داریم، اینجا براش نوشتیم تابعش رو. فقط فرقش اینه که این با ایندکس میره از توی متغیر لیست اون آیتم رو شناسایی میکنه و حذفش میکنه. اینجا ما باید با کلید از توی متغیر دیکشنری اون مقدار رو حذف کنیم. فرقش فقط همینه، دستوراتش فقط فرق، ولی الگوریتمش که با اون یکیه. و این یک شرط بهش اضافه میکنیم که اگر این اسم هامون، این آیتم هایی که اینجا داریم توی این اسم هایی که توی این تاریخ هستن تموم شدن، دیگه هیچ اسمی نبود، بره کلید اون دیکشنری رو هم برداره. یعنی این 19 هم اگه ما هر 3 تا رو حذف کردیم، این خود تاریخ هم از توی دیکشنری حذف بشه و اینجا و نداشته باشیمش دیگه. اینو حالا احتمالاً بعداً من می نویسم توی یک ویدیو یا یه توضیح مختصر روش میدم چون همش تکراریه. خب برای دبل کلیک کردن روی لیست باکس من دستورشو نوشتم، همون بینده که برای اون لیست باکس دیت هم ما تو ویدیو قبلی گذاشتیم که اون تابع مربوط به خودش صدا میزنه. اینم عین همونه با همین ایونت دبل باتون وان و این تابع رو من براش تعریف کردم، این اسم برای تابعش گذاشتم که این تابع رو صدا بزنه، لیست باکس نیم دبل کلیک، که تابعش اینجاست. این لیست باکس نیم دبل کلیک میاد، فقط این تابع اوپن تو دو نیمز رو از اینجا صدا میزنه. اوپن تو دو نیمز همون تابعیه که ما برای کلید اوپن لیستمون تعریف کردیم و میاد همون کارهایی که توی کلید اون کلید رو میزنیم همون کارا رو انجام میده. اینجا هم ما براش گفته بودیم که اگر تاپل این ایندکس تاپل فالس بود این شرط رو انجام نده، یعنی هیچ کاری انجام نده و این الان به درد میخوره برای اینکه ما اگر لیست خالی داشته باشیم، اینجا الان مثلا این لیستمون خالیه، روش دبل کلیک کنیم الان داره اون تابع دبل کلیک رو صدا میزنه، ولی اینجا از داخل اون تابع هم این تابع رو صدا میزنه، ولی وقتی که به اینجا میرسه دیگه این دستورات رو انجام نمیده چون وقتی که چیزی توی لیست ما نیست این ایندکس تاپل فالس هست و این کارا انجام نمیشن. خب الان برنامه‌مون که اجرا کردیم ببینیم، اینجا دبل کلیک میکنیم و این ویندومون باز میشه. حالا کاری که انجام میدیم، مرحله بعد بریم برای مخفی کردن این ویندو.
که وقتی که این ویندوی ما باز میشه اون قبلیه دیگه دلیل نداره وجود داشته باشه. میتونیم مخفیش کنیم، هایدش کنیم و یا اینکه میتونیم دیزیبلش کنیم. به نظر من هاید بشه بهتره، چون وقتی که کاری بهش نداریم دیزیبلش هم نباشه، اصلا هیچی نباشه بهتره. دستورشو من از چت جی پی تی پرسیدم اینجا برای که وقت ویدیو رو نگیرم. How can hide or show a window in تیکه اینتر. اینجا اومده یک مثال زده و گفته که برای هاید کردن از این دستور استفاده، اینجا این دستور جلوش کامنت گذاشته hide the window. با این متد ویندو رو هاید میکنن. اسم پنجره خودمون هم گذاشته مین وین و با این دستور هم show the window again. همون پنجره رو که بسته بودیم و با این پنجره با این دستور میتونیم دوباره نمایش بدیم. پس ما فعلا این هایدش رو میخوایم. اینو من کپی میگیرم، میایم توی برنامه، توی همین تابع open to do name، اون جایی که وقتی که مین ویندو رو میسازیم، آبجکت رو میسازیم و اینجا تعریفش میکنیم که یک تاپ لولی هست روی این ویندو، روی این روت که میشه همون ویندو اصلیمون. بعد از این که اون ویندو مین وین رو ساخت، من بهش میگم که این ویندو start وین self point start وین point withdraw، اینو مخفی کن. الان برنامه رو که اجرا کنیم اینجا اینجوری ببینید اون زیریه مخفی شد، دیگه وجود نداره، در اصل مخفی شده، از بین نرفته. حالا باید برای این کلید بکمون دوباره تعریف کنیم که وقتی که این کلید رو زدیم این پنجره از بین بره، چون ما اینجا کارامون انجام دادیم و هر کاری باید میکردیم انجام دادیم، تموم شده. این پنجره از بین بره و اون پنجره استارت وین از حالت مخفی بودن در بیاد. یعنی اون یکی دستوری که گفت و اونو میذاریم توی کدمون. من میام اینجا توی کانفیگ این کلید بک، اینجا توی کلاس مین ویندو بک، توی این قسمت براش به کاماند میدیم، بهش میگم کاماند مساوی با اسم تابع براش تعریف میکنم self point back to start win. ازش یک کپی میگیرم از اسم تابع، بعد میایم پایین که تابع شد تعریف کنیم. این بعد از این مودیفای لیست بذارمش، جاش خوبه، اینجا میذارم def کنترل V و داخل پرانتز self. خب حالا این تابع رو باید بگیم چیکار کنه. بگیم اول این پنجره مین وینی که ما توش هستیم رو از بین ببره. پس self point main win point دستورش هست destroy اون پنجره رو کلا از بین میبره. و بعد چیکار کنه؟ با این دستوری که از چت جی پی تی گرفتیم برای شو ویندو، این که اسمش هم بذاره سخت من نمیتونم بخونمش، کپی میگیرم ازش، میام اینجا میگم self point start win رو از اینجا ما نمیتونیم صدا بزنیم. خب اینجا باید چیکار کنیم؟ باید میتونیم بگیم روت، چون روت روت پوینت این دستور روتو، چون که ما از بیرون چیز تعریف کردیم، بیرون برنامه تعریف کردیم، این روت از توی این کلاس میتونیم صداش بزنیم. حالا میریم برنامه رو اجرا میکنیم ببینیم کار میکنه یا نه. خب من اینجا یک دونه انتخاب میکنم، این پنجره باز میشه، زیرش هم چی نیست. حالا کلید بک رو میزنم و این پنجره قبلیمون میاد.
و ببینید همون چیزایی که انتخاب کرده بودم با همونا میاد. یعنی مخفی بود، از بین نرفته بود که الان دوباره بسازه پنجره، چون اگه میساخت این تنظیماتش مثل قبل نبود. خب و دوباره اینجوری که دبل کلیک کنیم اون پنجره بعدیمون باز میشه. خب این از کلید بک. حالا میخوایم اینجا این اپلای رو تعریف کنیم. ما بیام توی این کلید این تابع put items to add new item. اینجا من تو ویدیو قبل گفتم که این دستور رایت لیست رو که میزنیم این هر دفعه میاد توی فایلمون رو میخواد ذخیره کنه روی هارد و باعث میشه که هارد همیشه درگیر باشه. برای اد کردن آیتم ما میتونیم از این چون اد کردن آیتم که خیلی پشت هم نیست، اون حرکتی که زیاد پشت هم انجام میشه با اون کلیدای آپ و داون هست که وقتی که مثلا یه آیتمی بخوام از پایین ببریم بالا چند دفعه پشت هم میزنیم، به ازای هر دفعه که این کلیدو میزنیم میخواد یه دفعه بره اینجا، هر دفعه که کلیدو میزنیم میاد این فایل رو میخواد بنویسه. اینجا نیاز نیست، ما میتونیم اینو حذف کنیم و از اون کلید اپلای استفاده کنیم. ولی توی اینجا که داریم نیو آیتم رو اضافه میکنیم، اینجا بهتره که همون لحظه اون آیتم ما ذخیره بشه که داشته باشیمش توی فایلمون. پس من اینجا اینو میذاریم همینجوری باشه. خب ولی برای مودیفای کردن میایم به جای این که بریزیم روی از این رایت لیست استفاده کنیم، این رایت لیست رو برمیداریم اینجوری 3 دفعه هم تو این هست، یکی هم اینجاست و یکی هم اینجاست. خب این ستا رو من کامنت میکنم که هیچ عملی انجام نده. و در ضمن این هم اشتباه، اینجا این میره توی فایل تو دو آیتمزمون ذخیره میکنه، تو اون فایل جیسونی که لیست ذخیره میکنه. ما نباید تو فایل تو دو آیتم اینو ذخیره کنیم، ما باید این تو دو آیتمزمون رو بذاریم توی دیکشنریمون. یعنی این کاری که اینجا انجام میدیم، این دستور، این کار رو بعد انجام بدیم توی اون تابعمون، ولی این رایت کردنشو نیاز نیست. من از این کپی میگیرم کنترل C و میایم اینجا توی این مودیفای، هر جا که این تو دو آیتم مودیفای شد و خواستیم و قبلا توی این فایل ذخیرش میکردیم، ما الان توی دیکشنری ذخیرش میکنیم. یعنی اینجا اینجوری کنترل V، این الان میره توی دیکشنری ذخیرش میکنه. اینجا هم همینجور. حالا به جای اینکه هر دفعه بیایم و اینو بریزیم توی این دستور رو اجرا کنیم، میتونیم یک بار آخر این تابع اینجا که زدیم ریترن برگرد عقب، اینجا کنترل V. خب این تو دو آیتم رو هر دفعه که این کلید رو ما بزنیم، تغییراتی که روی انجام بشه، این تو دو آیتم رو میذاره توی دیکشنریمون. حالا اگه تغییری هم روش ایجاد نشه بازم میذاره تو دیکشنری همون جایی که بود. میتونیم if index tuple داخل این ایفه باشه. آره الان جاش خوبه. یعنی اگر این تو هیچ تاپلی چیز نبود برنگردوند به ما، حتی اونجا هم این داخل دیکشنری نده، در صورتی بره تو دیکشنری که یک عملی روش انجام شده باشه و یک تاپلی ما اینجا داشته باشیم. خب اینم از این تابع رو من یه ذره براش فاصله بدم بهش. پس اینجا میایم این که کامنت، این خطی هم که گذاشتیم اینو حذفش میکنیم، چون بعد از اینکه این کار انجام شد ما توی دیکشنریمون الان ذخیره شده، اون مقدار مودیفای شده داخل دیکشنری. حالا اینجا به جای اینکه بگیم رایت کن، میایم میگیم این کلید self point btn apply list point config، اینجا state مساوی با enable.
مساوی با یا نورمال یا اکتیو. خب الان کلید ما فعال میشه. خب یعنی هر تغییری که توی این دیکشنریمون بدیم، توی این تو دو آیتمزمون بدیم، توی اون لیستمون هر تغییری بدیم، توی دیکشنری وارد میشه ولی فایلش ذخیره نمیشه. در عوض این کلید فعال میشه و وقتی که این کلید فعال میشه داره به کاربر میگه که میتونی از این کلید استفاده کنی برای ذخیره کردن این دیکشنری. پس میریم توی تابع کلید. من تابعش رو همینجا می نویسم. الان تابع کلیدمونم اینجا اینجوری میزنم def apply to do list اینجوریه، یا اصلا apply list box میزنم list box. حالا اگه بعداً الان چون وقتی ویدیو میگیرم حضور ذهن ندارم روی انتخاب اسم ها، اگر که اسم بهتری به ذهنم رسید بعد عوضش میکنم به شما میگم. خب اینجا گفتیم چیکار میکنه؟ این میره میزنه write list to do list dict و اسم فایلمون هم هست to do list dict point json. خب اینجا وقتی که این کلید رو بزنیم میره ذخیرش میکنه و بعد چه کار کنیم؟ بعد دوباره این کلید رو چیزش کنیم، دیزیبلش کنیم. یعنی بگیم self point btn apply list point config state مساوی با disable. خب الان کلیدمون هم، یعنی وقتی که میزنیم ذخیره میشه، کلیدمون هم غیر فعال میشه. دیگه کجا کلید باید غیر فعال بشه؟ وقتی که ما اینجا یک آیتم اضافه میکنیم، یعنی اگه مودیفای کردیم و بعد از اون یک آیتم اضافه کردیم، چون که در هر صورت بازم این چی بود، این دیکشنری ما میره ذخیره میشه، پس با مودیفای جدید ذخیره میشه. پس الان نیازی نداریم که اون کلیده فعال باشه. بذار من بگم تو برنامه بگم چجوری میشه. الان برنامه اجرا شد. ما این روزی که توش لیست داریم و یه روزی داشتیم توش لیست داشتیم اینو، آره این یک آیتم 19-20. من یه دونه آیتم جدید اضافه، نه الان اضافه نمیکنم. من این 19 رو اول میارم پایین. خب شد 20-19. این اپلایمون هم روشن شد. این یعنی این که هنوز توی دیکشنریمون آیتم اینجا ببینید اینجا هنوز 19-20 ولی توی برنامه هستش 20-19. این یعنی هنوز ذخیره نشده. حالا من یک آیتم جدید اضافه میکنم، میذارم آیتم نیو و به لیستمون اضافه میکنم. الان این نیو اومد اینجا. خب و این کلید اپلایمون همچنان فعاله. خب ولی اطلاعات ما الان به صورت 20-19 نیو آیتم ذخیره شده. 20-19 نیو آیتم، یعنی الان رفت درستش کرد. پس الان نیاز نیست این کلیده دیگه فعال باشه. وقتی که اینجا ذخیره کردیم و اون تغییرات قبلی هم همونجوری ذخیره میشن دیگه، پس این کلید نیاز نیست الان انیبل باشه. اینو من میرم توی برنامه، اینجا گفتم که جاشو باز کردم، اینجا میگم self point btn apply point config state مساوی با disable. خب پس ما هر جا توی این کلاسمون از این به بعد هر جا که از این write list استفاده کردیم میایم بعدش کلید apply رو disable میکنیم و هر جا که تغییری توی لیستمون دادیم و فقط توی دیکشنریمون گذاشتیمش، مثل اینجا میایم فقط، حالا اینم میریم الان چکش میکنیم که ببینیم درست کار میکنه.
میایم اون کلید اپلای رو اینجا بعد از اینکه توی دیکشنریمون گذاشتیم مقدار این لیست جدید رو مودیفای شده رو گذاشتیم تو دیکشنری، این کلید رو هم نرمال میکنیم که کاربر بتونه با استفاده از اون کلید این دیکشنری رو ذخیره کنه، چون ما فقط الان گذاشتیم توی دیکشنری ما دیگه ذخیره نشده. این دستورات هم از اینجا باید برداریم، چون اینا حتی اگر اجرا هم بشه میره توی فایل جیسون اون لیست رو میره مینویسه و نیاز نداریم که این کار رو انجام بدیم. خب این هم که از این. الان برنامه اجرا کنیم. اون مودیفایی که میخواستیم از اینجا بود و اینجا بود. نه کجا بود این؟ خب اینجا مثلا این الان 2 تا آیتم، یک نیو، آیتم 2 نیو. من یک آیتم 3 رو هم اضافه میکنم. الان من این ببین این خاموشه، کلیدمون غیر فعاله. من این 3 رو یه دونه میبرم بالا، میاد وسط این دوتا و اینجا اپلای میزنم. فکر کنم برای کلیدمون نرفتیم تعریف کنیم. بذار ببینیم انجام داد یا نه. اینجا بود، این که این قبلی است. این آیتم نه انجامش نداده. اینو ببندم. توی تابعش رو توی کلید تعریف نکردیم. اسمش اینجا هست Apply List Box. اینو از اینجا برمیدارم، کنترل C و میریم توی کلیدمون. اینجا Apply، اینو اینجا آره باید تعریفش کنیم. کاماند بهش میدیم، کاماند مساوی با self point کنترل V. خب و یک کاما. اوکی الان درست شد. حالا برنامون باید از برنامه بیایم بیرون، بعد دوباره اجرا کنیم. خب اینجا همین قبلیه رو انتخاب میکنم. الان 3 تا داریم که اون آخری یک وقتی عوضش کردیم چیز نشد، اعمال نشده بود. حالا اینو یه دونه میبرم بالا و اپلای میزنم. ببینید این اپلای چیز شد دیگه، غیر فعال شد و توی احتمالا اینجا هم داریم پیغام این که array save successfully آره، و اینجا هم باید اومده باشه وسط، اینجایی که آیتم کجا بود؟ اینجا نیو آیتم 1 نیو، آیتم 3 آیتم 2 نیو، آیتم 1 آیتم 2. خب پس این الان اینجوری به درستی کار میکنه. حالا برای بقیه این چیزا هم همینجوری کار میکنه دیگه، دیلیت هم و اون یکی هم آره. ولی ما مثلا این تغییر رو انجام بدیم، بعد از این چیز رو بزنیم، بک رو بزنیم و دوباره بریم توی این کلاس. این الان انجامش داد ولی توی این دیکشنریمون انجامش نداده. خب ما میتونیم توی این کلید بک هم بگیم که وقتی که بک رو زدیم بره اینو سیو کنه. اینجوری بهتره. پس ما توی کلید بک، تابش کجا بود؟ اینجا تابع back to start bin. اینجا یه خط اضافه میکنیم self point apply list box. یعنی اینجا قبل از اینکه پنجره‌مون رو پاک کنه و اون یکی پنجره رو صدا بزنه، این تابع رو یه دفعه صدا میزنه. این تابع رو که صدا میزنه میره این فایل to do list dict رو میریزه توی متغیر این to do list dict رو میریزه توی فایلمون و ذخیرش میکنه. یعنی اگه کاربر یادش بره که کلید اپلای رو بزنه، وقتی که بک رو میزنه در هر صورت این میره متغیرمون رو توی فایل ذخیره میکنه. حالا برای اینکه برنامه‌مون حرفه‌ای تر باشه، چون ممکنه کاربر این پنجره مین وین رو باز کنه، فقط لیستش یه نگاه بندازه و بک رو بزنه برگرده. برای اینکه
اینجا دیگه الکی دوباره این رایت لیست صدا زده نشه، یعنی این چون هیچ تغییری وقتی توی متغیر تو دو لیست دیکشنریمون انجام نشده دلیل نداره ذخیرش کنیم که الکی یه فایل ذخیره بشه و از هارد دیسک استفاده بشه. من اینجا یه شرط میذارم و میریم به سراغ چت جی پی تی. اینجا ازش میپرسم how to know if a button state is disabled. این ازش میپرسم ما چطوری میتونیم یک کلید بفهمیم که غیر فعاله. از این دستور قبلا توی لیبلمون هم استفاده کرده بودیم، config get state. این هم دستورشه. میگیم اگر که اینجوری بود کنترل سی، میام اینجا توی این اپلای میزنیم که کلا وقتی که هر موقع این کلید اپلای رو این تابع اپلای رو صدا میزنیم این اتفاق بیفته. میگیم if این به جای my button میذاریم self point btn list bug نه اپلای ببخشید اپلای لیست point config get state مساوی با disable. اگه اینجوری هست اینو باید بگیم مساوی با نورمال، چون اگه دیزیبل هست یعنی نیاز نیست این ذخیره بشه، چون این میذارم مخالف دیزیبل، به خاطر اینکه ممکنه نورمال باشه ممکنه اکتیو باشه، هم نورمال هم اکتیو یک کار انجام بدن. پس من میگم اگه دیزیبل نبود این کارها رو انجام بده، اگر هم دیزیبل بود که اصلا نیاز نیست. خب الان میتونیم یه دفعه دیگه برنامه‌مون رو اجرا کنیم ببینیم چه جوریه. خب من میام اینجا مثلا یک، خب اینو من برش میگردونم پایین، اینو مثلا میذارمش روی داونی که بیاد پایین 1 2 3، بعد بک رو میزنم. الان این میره ذخیره میکنه. حالا من اول میرم توی یک کلاس دیگه که اون متغیرمون پاک بشه، چون وقتی که همینجوری میام بیرون اگه توی فایل ذخیره نکنیم هم متغیر هست توی حافظهش اون مقدار قبلی، اگه بریم توی همین لیستمون دوباره به همین صورت میره، ولی الان ذخیره شده چون که توی دیکشنری هم که بریم آیتم 1 اینجا نیست، برمیگردیم اینجا 1 2 نه این آره دیگه همینه، آخریش نیو نداره 1 2 3 ذخیره شده. ولی اگر که اینجا رو ببینیم اون یک باری که ذخیره شد این پیغامش هم اینجا اومده، ولی اگه همینجوری بک رو بزنیم دیگه چیزی ذخیره نمیشه، ولی اگه اون شرط رو نذاریم دوباره میاد ذخیره میکنه. خیلی خوب، اینم که از این برنامه‌مون رو به اینجا رسوندیم. حالا باید بیشتر الان روی این چیز کار کنیم، روی این کلاس مین وینمون کار کنیم. اینجا رو خورده کامل کنیم، بتونیم یک منو این بالا بذاریم که هر چیزی رو که باز میکنیم، مثلا این لیستی که باز میکنیم اگه کار گروهی هست بتونیم اسم افراد رو از طریق اون منو وارد کنیم و هر کدوم از این افرادی که تو این گروه کار میکنن بتونیم این کارها اگه مربوط به شخص خاصی هست اسمشو بهش بدیم، بگیم که این کار رو کی باید انجام بده. و همچنین میتونیم داشته باشیم آدمایی که اصلا توی گروه هستن ولی هیچ کاری بهشون تعلق نمیگیره ولی اونا اسمشون توی گروه هستن. اینجا وقتی که نگاه میکنیم میخوایم چک کنیم ببینیم این گروه مال چند نفره، اونجا اسمش باشه، دلیل نداره که حتما یک کاری بهش گفته. ممکنه اون شخص مثلا مدیر گروهه و فقط مدیریت میکنه، کاری رو انجام نمیده. برای این کار بهتره که الان تمرکزمون دوباره بذاریم روی این پنجره دومی که بخوایم کامل ترش کنیم. اینجا باید یه تغییر دوباره توی برنامه بدیم و برای که راحت تر بتونیم کارمون انجام بدیم این متغیری که ما میفرستیم اینجا این لیستی که میفرستیم توی اون پنجره مین وین از اینجا لیست نفرستیم دیگه، یعنی این شکل این دیکشنری رو عوض کنیم
که این لیسته هم خودش یه دونه دیکشنری باشه و این دیکشنری رو ما میفرستیم توی کلاس مین وین. اینجا اون دیکشنری رو میفرستیم و این تو دو آیتمز این همچنان یه لیست هست. خب گلوبالش رو برمیداریم، توی این پنجره اینی تعریفش میکنیم و سلفش میکنیم. از بیرون هم دیگه نمیخواد تعریفش. اون بالا هم که بود فایل رو میرفتیم میخونیم چی بود. الان که یه دونه لیست خالی بهش دادیم، اینو کلا حذف میکنیم. بعد میایم اینجا توی کلاسمون اینجا تعریفش میکنیم و سلف هم بهش میدیم. این یه دونه لیست هست، در صورت اون لیستی که داخل این پنجره رو ازش استفاده میکنیم، آیتمامون توش هستن، اسمش از to do items. ولی ما میخوام اون چیزی که از اونجا میفرستیم که این با این date و name مشخص میشن، یعنی این to do items که اینجا الان تعریف میکنیم که یه دونه لیست هست، اینو عوض میکنم، اینو میذاریم مثلا to do dictionary یا نمیدونم یه اسمی براش پیدا میکنیم، یه دونه دیکشنری به این میدیم که اون موقع این to do items یکی از کلیدهای این دیکشنری هن. چون که ما میخوایم آیتم داشته باشیم، اسم افراد رو داشته باشیم، هزینه ها رو داشته باشیم، اون کامنت ها رو چی بود دسکریپشن رو داشته باشیم، اینا همه رو میخوایم توی لیستمون داشته باشیم، توی متغیرمون داشته باشیم. پس بهتره که این اسمش یه چیز دیگه بشه، یک دیکشنری باشه که این to do items که همچنان یک لیسته عضوی از این دیکشنری، یک کلیدی از این، یک ولیوی از این دیکشنری اینجا باشه و این دیکشنری توی این کلاسمون اینجا هر کاری خواستیم انجام بدیم روش انجام میدیم و در نهایت هر جا که خواستیم ذخیرش کنیم با این شکلی که اینجا ذخیره میکنیم اینجا که این دیکشنریمون رو تعریف میکنیم، وقتی که این با این فرمت این to do items مونو که یک لیست هست میذاریم داخل دیکشنری، الان دیگه اون دیکشنریه که توی این کلاس از داریم باش کار میکنیم و میذاریم توی این دیکشنری و این to do items خودش یه دونه کلید هست توی اون دیکشنری که ولیوش یه دونه لیسته. ولی خب کلیدهای دیگه هم داریم مثل همون افراد و نمیدونم هزینه ها و دسکریپشن و اینا رو از این به بعد بس برنامه رو اینجوری پیش میبریم. حالا من اون تغییراتی که باید انجام بدم و که الان توضیح دادم اینو میکنم سلف و یک متغیرم برای این دیکشنری توی این پنجره مین ویندومون یه اسم براش تعریف میکنم، اون دیکشنری رو میسازم و بعد میام برنامه رو اینجوری پیش میبریم. خسته نباشین، روز و شبتون بخیر.